ویژگی‌های ماه ذوالقعده. الله متعال برخی از ماه‌ها را بر بعض دیگر فضیلت و برتری عنایت نموده است. الله متعال می‌فرماید: و ربک یخلق ما یشاء و یختار. پروردگار تو هرچه را بخواهد می‌آفریند و هرچه را بخواهد برمی‌گزیند. یکی از ماه‌هایی که الله متعال خصوصیات و ویژگی‌هایی در آن به ودیعت نهاده است، ماه ذوالقعده می باشد. ذوالقعده ماه 11 از ماه‌های هجری قمری است. گفتنی است که قعده در زبان عربی به معنای نشستن می باشد و این ماه را بدین خاطر ذوالقعده می گویند که اعراب در این ماه در خانه‌هایشان می نشستند و از جنگیدن خودداری می نمودند تا این گونه هم حرمت این ماه را حفظ کنند و هم برای انجام حج در ماه بعدی یعنی ذوالحجه آمادگی نمایند. یکی دیگر از ویژگی‌های ذوالقعده این است که نخستین ماه از ماه‌های حرام یعنی ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب می باشد. الله متعال می فرماید: این عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تعداد ماه‌های سال طبق حکم و تقدیر الهی از همان روز آفرینش آسمان‌ها و زمین 12 ماه است که 4 تا از آنها ماه‌های حرام است. این تحریم جنگ در این ماه‌ها آیین راستین و تغییر ناپذیر الله متعال است، پس در آنها به خویشتن ستم نکنید. اعراب جنگیدن در این ماه را حرام می دانستند تا امنیت مردم برای رفتن به حج تأمین گردد. اسلام نیز حرمت جنگیدن و آغاز جنگ را در این ماه تثبیت نمود و بر آن تأکید کرد. همچنین اسلام از ستم کردن در این ماه برای حفظ حرمت آن منع کرد و اعلام نمود که ظلم و ستم اگرچه در همه اوقات گناه است، اما در این ماه گناه آن بیشتر می شود. یکی دیگر از ویژگی‌های ماه ذوالقعده این است که یکی از ماه‌های حج به شمار می رود و نیت حج صرفاً در این ماه‌ها منعقد می گردد. الله متعال می فرماید: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج در ماه‌های معینی یعنی شوال، ذوالقعده و ذوالحجه انجام می‌پذیرد. پس کسی که حج را بر خود واجب کند باید بداند که در حج آمیزش جنسی با زنان گناه و جدال ممنوع می باشد. ویژگی دیگر ماه ذوالقعده این است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن 4 عمره انجام داد. انس رضی الله عنه میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 4 بار عمره نمود که به جز عمره همراه حجش همگی را در ماه ذوالقعده انجام داد. امام نبوی رحمت الله علیه میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر فضیلت ماه ذوالقعده و مخالفت با مشرکین در این زمینه بیشتر عمرهایش را در این ماه انجام داد، چرا که آنان انجام عمره را در ماه‌های حرام بدترین فسق و فجور می‌دانستند.